سلام دوستان. امروز اومدم با یه ویدیو دیگه. پس بزن بریم. وقتی حافظه گوشیت پر میشه، دیگه نرو عکس و فیلم‌های داخل گوشی تو پاک کنی که حافظت خالی بشه. با این ترفندی که قراره بهت یاد بدم، میتونی 80% حافظه پنهان گوشی تو خالی کنی. فقط قبلش خوشحال میشم که این پست رو لایک کنی، کانال منو سابسکرایب کنید که خیلی به دردت میخوره. اول وارد مرورگر گوشیتون بشید. این بالا 3 نقطه رو بزنید. تنظیمات و بعد اینجا حریم خصوصی و امنیت. اینجا حذف داده های مرور رو بزنید. و بعد اینجا که نوشته ساعت قبل بزنید روش. بزنید از ابتدا تا الان و اینجا حذف داده ها رو بزنید. با این کار 80% حافظتون خالی میشه. بدون اینکه هیچ اطلاعاتی ازتون پاک بشه. اگه برات کاربردی بود، برای دوستاتم بفرست. خیلی مخلصم.